سلام از کردم. آقا گفتنی ها درباره زهر اتمی و زهر منطقه‌ای زیاده، اما بیایید یه نگاهی هم به جام زهر اجتماعی بندازیم ببینیم علیگدا با این یکی زهر چنده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره 4 ساله منصوب کردند. آیت الله خامنه ای در این حکم با اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه و همچنین وظیفه اصلی این تشکیلات یعنی سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی 10 محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند. بله، اینترنت نگو بلا بگو، فضای مجازی نگو درد بی درمون بگو. علیگدا با همه کودنیش یه چیزو خوب فهمیده، اونم اینه که اگه بخواد تو فضای مجازی شل بده تو فضای حقیقی عمامه پریشون میشه. یعنی دوریالیش افتاده که با همین فضای مجازی میشه چه تندبادی درست کرد و چه طوفانی به پا کرد. من میترسم که آقای دکتر این تندباد در واقع شبکه‌های اجتماعی که الان به هر حال میدونید همه رو درگیر خودش کرده، مسائل فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی خودش رو به همراه آورده، داره میاد و ما رو در مینورده و ما هنوز دستمون خالی است. مثل همین کمپینا که همین اخیراً مثلا خیلی راحت مثلا خودروی داخلی رو داشتن به یک ورطه خطرناکی میکشوندن. همه ترسشون از همین ورطه خطرناکه. حالا ورطه خطرناک یعنی چی؟ یعنی ترکیدن همون انبار بارود، یعنی به هوا رفتن چهارچرخ علیگدا و کل دم و دستگاه نظام. حرف علیگدا که روشنه، میگه واسه این که کله نشیم تو این ورطه خطرناک باید بگیریم و ببندیم و شورای عالی مجازی تشکیل بدیم. اما حرف شیخ فری یه چیز دیگه است، ملاحظه کنید. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر پیگیری گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن تاکید کرد. آقای روحانی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی گفت در شبکه ملی باید کاهش هزینه، گسترش خدمات دولت همراه و دولت الکترونیکی، تامین امنیت مبادله داده‌ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی لحاظ شود. از سوسه های شیخ فریبار که بگذاریم، ته حرفش اینه که به خیال خودش با پنبه شبکه ملی همراه با یه فیگور اعتدالی سر ببره که مبادا دیگ سر بره و بوم. البته روشنه که شبکه ملی اسم مستعار قطع کامل مردم و جوانان از اینترنت جهانیه. با این حال میشه علت وحشت هر دو باندو از این فهمید. وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد 71% اشاره کرده بود و حالا سوال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این 71% را دارد؟ گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید آیا این برخورد به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟ میبینید چجوری ته داستانو میخونن؟ این روزنامه باند کوسه میگه بابا اگه بخوایم زیاد به ملت گیر بدیم یهو پای مقاومت مردمی میاد وسطا، بعد نه از تاک اثری میمونه و نه از تاک نشانا. اینجاست که جلاد نرمتنی پیشه میکنه و میگه باید نرمک جلو رفت. علوی وزیر اطلاعات برخورد نرم را در مرحله اول مقدم بر برخورد سخت عنوان کرد. اما گوش علیگدا به این حرفا بده کار نیست. از اونجایی که امامه ولایت داره رو کله پوک این سیدعلی لغ میخوره، خب میدونه که فتنه همینجوری نرمک شروع میشه، بعد میزنه دودمان نظامو برباد میده. واسه همین سور وایستاده و میگه بزنیم و ببندیم.
پلیس نامحسوس در اتوبوس‌ها. رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد پلمب 272 کافینت غیر مجاز در پایتخت. از این قیقاج رفتنهای آخوندا اونم کنار پاتیل زهر اجتماعی زیاد تعجب نکنی. آخه این یکی زهر از همه مهلکتره، واسه همینه که همشون جلوش بکسوات کردن و راه پس و پیش ندارن. موشکاف اسم اینو میذاره بنبست سرکوب، اسمشو میذاره ته خط نظام. این همون اره‌ایه که علی گدا و کوسه با هم نشستن روش و نه راه پس دارن و نه راه پیش. چه جلو بیان و چه عقب برن یه جور بلا سرشون میاد.